پیغمبر اکرم وارد شد بر حضرت صدیقه، دیدند حضرت صدیقه طاهره خیلی گریه می کند. پیغمبر فرمودند دخترم چیه اینقدر گریه می کنی؟ صدا زد بابا این فرزندی که در رحم من است گاهی میگه انا الغریب گاهی میگه انا الشهید، گاهی میگه انا العطشان. ببینم این فرزند من وقتی به شهادت میرسد من که نیستم، فرزندم بابا هم که نداره، پس کی برای بچم عزاداری میکنه و گریه میکنه؟ میدانی پیغمبر چه جوابی داد؟ رسول خدا فرمود دخترم فاطمه جان، در دوران آخر الزمان مردان و زنانی خواهند آمد که وقتی نام حسین تو برده می شود مانند مادر بچه مرده برای حسین گریه می کند. خدایا تو شاهد باش این مردم همان مردم